طلبات مکتب بود؟ بله طلبات مکتب رفته از تکستیل گیره فرم یکونه بوده. نرخش خیلی است مثلا؟ نرخش صفتش نه صفتش نمیارزد صفتش مفصله گرفتیم چیکار کنیم مجبور. تقریبا چند پولی هفته شما ده مثلا من یک توی سلفن گرفتم 40 تومان دم یوفا و گیرم کوفته گیرم و یاش 120 تومان از صفتش پس بوده همین سلفن گرفتم. یعنی از نرخ بازار بیگون فرق داره؟ نرخ بازار قیمتا صفتش نه اینو بسیارم میپره صفتش نه متاش مثلا پختگی هست؟ نه پختگی نه متاشون هنگی سینتتیکا باره حفظ میتوبت نمیتونم پختگی میتونه دفعه جا نشان ته چه خیلی نبوده است همین نموده همین نموده است؟ پختگی نه پختگی نه چند پولی هفته چه موده است؟ 120 تومان 120 تومان چه خیلی مثلا همین لباس موافق فرزندتون میافتید بدیلتون؟ صد پاییزه همه چه یافتیم یکم از این مشنیست انا بعد خوبیش همین که با ارزان نه چه مای بزرگ دمیره بزرگ دکاها قیمتایی که متاسفانه از اون لباسهایی که پیشتر از خارج می آوردن لباسهایی که امروز در اینجا یا در دیگر تشکیلات ها اینا آماده کرده شدن 2-3 برابر قیمت‌تر است. وابسته با از اون که اینجا مزد کار مزد معاش خیلی کم است و پرداخت گمرکی نیاز ندارد. اینجا سر خود من همین کدام تشکیلات ها اینا تشکیل کرده اند حتی یک عادی ترین یک مثلا ژیلت یا یک سرپن نرخی آسمانی دارد. امروز همون لباس های از متاهای صنعی خطایی میبخشید این متاها از موادهای شیمیایی از موادهای نفتی گرفته شده است همینا را دوخته باز در سر مردم بار کرده. ما چی میخواهیم؟ ما خواهش میکنیم که نظارت جدی در این باره شود. این لباس من خلاص یا لباسی که در بازار است؟ در بازار شیرتره. این چی این خاله؟ کجاش باش مخصوصا اسم لباسو؟ او خبرنه لباسا دخترش بزنی در دوام سال 2015 ما زیاده از 12,000 عدد سر لباس مکتبی استحصال کردیم و باز استحصال کرده ایستادیم. اساساً مهلت استحصال سر لباس مکتبی تا ماه سپتامبر می باشد. بعد ماه سپتامبر اتحادیه ما استحصالات دوزندگی ما با استحصال یعنی دوختی سر لباس کلان یعنی کلانسال مشغول میشد و بعضی استحصالی سال آینده را تیار کرده بود ضایع میکنیم. متاهایی که برای سر لباس مکتبی نه فقط سر لباس مکتبی دیگر سر لباس هست استحصال آن بیرون از جمهوری است چون که ما اساساً با کارکرد نخ پخته مشغول هستیم. از 100% نخ پخته متاهای بلوپوش تیار کرده نمی شود.